گل در میان گل، گل در میان گیاه. خب وسطای جنگ بود که من یکی همکارم بهم پیام داد که مثلا شاید هم یه سریال به معرفی میکنه که وقتی میبینمش یکم حالم خوب بشه و اینا. اول بهم گفت یه سریال به معرفی کن، من یه چند تا سریال بهش معرفی کردم تو ژانرهای مختلف. گفتم مثلا این معمایی، این فلانه، این فلانه، این فلانه. تو لیستی که واسش فرستادم یکی از سریالا فصل درخشان تو بود که گفتم یه عاشقانه صاف داره، یکم روانشناسیه، معمایی هم هستش. دو روزا بهم پیام داد گفت شبنم چه سریالی به من معرفی کردی. خب ببین، گفتم دیگه فصل درخشان تو، یه دقیقه از این میای بیرون، هممون از این روز که نه میتونه ماها و سالها باشه که توی یه جای قفل شیم که هیچ کاری نتونیم بکنیم، همه تقصیرهای دنیا گردن ما باشه، همه عالم آدم دارن موفق میشن جز ما و فقط ما این که هیچ پیشرفتی نداریم و اینجوری احساس میکنیم که بدبخت دو عالمیم. It's okay، منم اینجوریم و الان چند وقته که توی حالتم. بنابراین میخوام بگم که این روزا رو هممون داریم. فصل درخشان تو قشنگ همینه، داستان چند تا آدمه که اینا همه بدبختی عالم فکر میکنن فقط رو سر اینا یه دفعه خراب شده. و ببین خیلی پراکنده نخوام بگم، قسمت اولش یه جوری معماییه، یه جوری قشنگه که قسمت آخرش اصلا تو مثلا اینو بخوای واسه یکی تعریف کنی تو قسمت اولش تا دقیقه 30 اتفاق افتاد، تا دقیقه 40 اتفاق افتاد و تا دقیقه 50 اینجوری شد، همینجوری میمونه که مگه میشه این همه اتفاقات باحال و خفن توی قسمت اولش بیفته. که ببین من واقعا مثلا این اتفاق افتاد اومدم برای که تعریفش کنم و اینجوری بودش که اینا قسمت اوله و تا قسمت چند دیدی خودم اینا قسمت اوله، میگم خیلی معما داره، خیلی داستان داره. داستانش انقدر قشنگه که ببین داره دوتا آدم به هم نشون میده که توی یک زمانی که همه چی براشون قفل شده و همه درهای زندگی براشون بسته شده هم دیگه ملاقات میکنن و اینجوری هم نیستش که همون میبینن، یعنی اصلا داستان سریال اینجوری نیستش که معجزه بشه و یه دفعه فردا همه چی خوب پیش بره و حتی تو مسیر این پیشرفته که این سینوسه داره اینجوری میره بالا، پایینم میاد و تو این پایینی هم میمونه، تو بالایی هم میمونه تا اینکه حالا مسیر اصلی رو پیدا بکنه. ببین اینجوری بخوام بهت بگم که این سریال از اون سریال است که خوشت میاد همش طولانی ببینیش. البته من جاهایی هم دیدم چند نفر گفتن که اینو دراپ کردن و ندیدنش، نمیدونم چرا. من به شخصه سریالی که یک روند آروم، معمایی و روانشناسی دارن خیلی برام جذابه. دوست دارم که ببینم چی میشه تهش. بازیگراش هم که واقعا بازیگرای خوبی هن. این سریال 12 قسمته و تازه هم پخش شده، یعنی در حال پخش بود، تموم شد. 12 قسمت، هر قسمتش هم تقریبا 50 دقیقه است. ببین داره یک تمرکزی رو، یعنی تو میبینی که یه آدمی که چقدر سرشار از امید و گرما و ایناست در کنار یه آدمی که توی یک سرما و انزوایی داره و سرمره کنار هم قرار میگیرن، در صورتی که جفت این دوتا این نیستن و حالا دارن ولی زیستش میکنن و زندگیش میکنن و این خیلی عجیبه. و داستان حول محور یه دختریه که حالا 3 تا خواهر داره، با مادر بزرگش زندگی میکنه و یک پسریه که انیمیتوره و حالا با یک از دوستای خارجیش اومده توی کره و یک انیمیشنیو که داره میسازه میخواد از فرهنگ کره و لباس پوشیدن و اینا الهام بگیره که با این شرکت طراحی لباس آشنا میشه. ببین شخصیت هایی که هر کدوم از اینا دارن، یعنی این 3 تا خواهر، هر کدوم داستانه زندگی جدای خودشونو دارن و بازی همشون عالیه که خب مسلما میدونید. ولی این خواهره به نظر من این سریال شروع کرد و بعدا تو سریال خیلی بزرگتر و قوی‌تر میبینیمش چون خیلی قشنگ بازی کرده. طراحی لباس ها، رنگ و نور فضا و اصلا همه چی. ببین کارگردان یه زاویه دید خیلی قشنگی داره، یعنی تو رفته رفته از اول سریال رنگای سرد و تو لباسا اینا میبینی و آب و هوا هم همینطور، رنگ‌ها و حتی دیزاین جزئیات و اینجور چیزا هم که می‌بینی سرده. رفته رفته با توجه به محور داستان رنگ‌ها گرم و گرم‌تر میشه، حتی دیزاین عوض میشه، دکور عوض میشه و همه چی متفاوت میشه. لی سون کیون بازیگر نقش اولشه که حالا یه چهره سردی داره ولی خیلی قشنگ بازی میکنه، یعنی این روند تغییرات رو تو حتی از حالت فیسش هم میتونی متوجه بشی. چه جونگ هیوک هم که اون خنده های قشنگش، اون نگاه های عمیقش و اصلا نگم براتت خیلی قشنگ داره نگاه میکنه. ببین نگاهاشون خیلی عجیبه. من خیلی وقت بود یه سریال ندیده بودم که به خاطر حالا کاراکتراش این قلبم اینجوری بشه و نام به تپش بیفته، ولی خب با این سریال مخصوصا قسمت آخرش این اتفاق برای من افتاد.
میدونی یه قشنگی این داستان اینه که ببین تو یک چالشی میتونه برات پیش بیاد و خودتو تو یک انزوایی نگه داری و بخوای زیست کنی و جوری همه چی چیده میشه که تو از اون انزوای خارج میشی بدون اینکه بفهمی و یک اتفاقی که میتونه برات بیفته هیچ وقت بر نمیگردی به اون نقطه‌ای که بودی، چون تو یه بار خارج شدن ازش رو یاد گرفتی. من زمانی که خودم خیلی دپرشن داشتم و خیلی حالم خوب نبود این اتفاق برام افتاد. یادم استادی که داشتیم به من گفتش که شرم تو دیگه اون مدلی نمیشی چون ازش گذر کردی و خب راستم میگفت ازش گذر کردم و میگفت دیگه هم بر نمیگردی بهش. راستم میگفت دیگه هم بر نگشتم، یعنی حالم بد شد، هر اتفاق دیگه برام افتاد ولی دیگه به اون حاله بر نگشتم. واسه همین این سریال هم داره اینو نشون میده و حالا تو میتونی خیلی خیلی خوب باشی و حالا یک روند رو به پایین رو طی بکنی و باز بتونی همه اینا رو هندل بکنی از پسش بر بیای. داستانشو من خیلی دوست داشتم واقعا، از این سینماتوگرافیش، رنگ صفحه، رنگ نور، همه چی خیلی لذت بردم. دیالوگاشون به شدت قشنگه، یعنی حتی دارن حالا یه سکانسی هستش که نمیخوام خیلی اسپویل بکنم ولی خیلی جالبه که دارن به یک گل و گلدون اشاره میکنن که یک گلدون شمدونیه و حالا اینو کاشتنش اولش در پژمرده است و حالا اون شخصی که داره از این گلدون مراقبت میکنه میگه رفته توالت شوک و چون که تغییر داده و این تغییر ممکنه اذیتش بکنه و تو شوکه و قشنگ با اون رابطه انسانی ما هماهنگ این داستان. رفته که میریم جلوتر گل شکوفا میشه، یه ذره برگ میده و اینا که دیالوگای قشنگی توی این قسمت داره که میگه از اون حالت داره در میاد، داره خودش رو پیدا میکنه و حالا اون همه هیجانی که داشته رو داره یه جور دیگه زیست میکنه. واسه همین میخوام بگم که این سریال قشنگیه، باحاله، به نظر من دیدنش خیلی کیف میده. پیشنهاد میکنم حتما ببینینش. اینجوریه که نور و دل تاریکی اینا پیدا میکنن، انگیزشی نیست از این سریالایی که الکی بخواد حالت رو خوب بکنه نیست، ولی واقعا حال خوب کنه و میگم روند داستان و حالا اون معمایی که برات به وجود میاره، اون تروماهایی که حالا تو این سریال داره بهت نشون میده و ساید روانشناسی میبرته، به نظرم جذابه، خیلی چیزای باحالی بهت یاد میده. کارگردانیش خیلی درسته، کشش بیخود نداره، هر کدوم از شخصیت ها داستانهای خودشون داره بیان میشه بدون اینکه از شخصیت اصلی فاصله بگیرن، چون سریالایی هستش که میخوان کاراکترهای دیگر نشون بدن ولی متاسفانه یه اتفاق میفته. کلا میتونم بهت بگم که سریال خوش ساختیه، من خیلی دوستش داشتم، امتیاز بالایی هم گرفته، یعنی توی سایت خود کره جنوبی از 5.5 رو گرفته. بازیگری ها خوبه، میگم موسیقی متن، داستانی که نوشته شده تا آخرین لحظه شک نمی‌کنی به هیچی که مثلا اینجا رو داره اشتباه بیان میکنه، اینجا رو داره اینجوری میره جلو، ولی تا آخرین لحظه داری معما رو میچینی کنار هم، به معما اشتباه در میاد. حداقل برای من که این شکلی بود، اشتباه در میاد. خلاصه اینکه این سریال رو ببینید، شاید هم تنگ شده برای اینکه اینجوری بشیم هم حرف بزنیم، انرژی داشته باشیم. همچنان ما برای جاویدنامه‌های ایران ناراحتیم، داغ داریم و امیدواریم که روحشون که 100% در آرامش بیشتر باشه. برای همین امیدوارم که این سریال رو ببینید حالا دیگه، ولی الان لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر یادتون نره لطفا. خیلی وقته که نبودم، الان دوباره برگشتم، ازتون میخوام که کمکم بکنید دوباره برگردیم، یه ذره انرژی داشته باشیم، بمونه این روتینه و بتونیم پیش بریم دیگه. خلاصه اینکه همین، نظراتو بهم بگید، سریال دیدید بهم بگید، دلم خیلی براتون تنگ شده. لطفا شماهایی که برام کامنت میذارین دوباره برام کامنت بذارین و حالا یکم دیگه بریم جلو. من از این چالشایی که این چند وقت داشتم باهاتون صحبت بکنم. دیگه چی بگم دیگه؟ گل در میانه گل. بچه لیلیوم خیلی خوشگل نیست، خیلی نازن. همین، علی قشنگ میشه اول اینجوری، خیلی به نظرم کادر خوشگلی شد.